در پی مناقشه 2 روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، ملاقات عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف، معاونان نخست وزیران 2 کشور، در قلمرو قرقیزستان برگزار شد. ملاقات نخست نیمه دوم روز 23 ایول صورت گرفت و امروز ادامه یافت. دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان میگوید جانب‌ها به این نتیجه رسیدند که سبب مرگ شهروند تاجیکستان را تحقیق نموده و عامل‌های مناقشه رخ داده در واروخ و آقسای را معین کنند. مقامات شهر اسفره میگویند که هنوز هم راه میان واروخ و آقسای بسته است و ماشین‌ها از اسفره نمیتوانند به سمت واروخ حرکت کنند. راه میان اسفره و واروخ پس از حادثه روز دوشنبه بسته است. در مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از ظهر 22 ایول آغاز شد، یک ساکن اسفره کشته و چندین تن از هر دو جانب زخمی شدند. بر اثر تیرکشایی از طرف قرقیزستان، جلالالدین قرایوی 52 ساله آموزگار تاجیک کشته شد.